шабакаи фикри шумо тақдим мекунад. ба шабакаи фикри шумо озмун рафта истодааст. ба шабакаи мо обуна шавед ва соҳиби ҷоизаҳои беҳтарин гардед. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. خداونده که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. سلام و درودی به پایان به تمام بینندگان شبکه اجتماعی یوتیوب. با شما هستم از کانال فکر شما، حسین نوردینов. برادران عزیز، سرآغاز منتداری خود را به تمام پادپیسچگان خود میرسانم که ما امروز از 100 نفر هم گذشتیم. با دستگیری شما، با خواست الله بزرگ، ما از 1000 و 100,000 خواهیم گذشت. برادران عزیز، من تصمیم گرفتم که بهر شما امروز یک آزمون خود را اعلام نمایم که آزمون من، یعنی کنکورس من از 3 شرط عبارت است. برادران عزیز، کسانی که مرا بار اول میبینید، داخل شده به کانال ما، کانال فکر شما، آبونه شوید، پادپیسچ شوید. برادران عزیز، فکرهای خود را در زیر ویدیو نویسید. برادران عزیز، میرویم به کنکورس، به آزمون ما به 3 شرط عبارت است. شرط یکم، شبکه ما، شبکه فکر شما به 777 آبونچی رسید. شخص 777 آبونچی صاحب 225 سامانی میگردد. برادران عزیز، شرط دومی ما باشد کانال ما، یعنی شبکه فکر شما با 1000 نفر آبونچی رسید. شخص هزارم صاحب 300 سامانی میگردد. برادران عزیز، شخص هزارم صاحب 300 سامانی میگردد. شرط سوم ما باشد برادران عزیز، این 7 کامنتاری بهترین. شرط سوم ما 7 کامنتاری بهترین، یعنی کی کامنتاری مقصد خوشرو، پرمعنا، پرمضمون می نویسد و لایکش بسیار می شود، این رو مردم مقصد انتخاب میکنند. کدام نفری که لایکش بسیار است، او اشتراکچی آزمون میگردد. برادران عزیز، ما 7 کامنتاری رو انتخاب میکنیم که آنها لایکشان بسیارند، آنها صاحب اشتراکچی ما میگردند. شما هم میتوانید برادران در آمده مقصد حساب کنید که کدام از کامنتاری ها لایکش بسیار است. برادران عزیز، میرویم به شرط های آزمون که من شرط یکم رو به شما گفتم. شخص 777 آبونچی با ما پادپیسچ میکند، یعنی آبونه میشود، خود را اسکرین شات کرده با ما طریق اینستاگرام با ما روان میکند که من شخص 777 هستم و نام و نسب خود را به ما ارسال میکند که بعضی نام و نسبشان نوشتگی نه، مقصد در اینستاگرام که نام و نسب خود را به ما روان میکند که از کجا باشد، مقصد از تاجیکستان باشد، ما طریق بانک ها با او روان میکنیم. از شهرهای روسیه باشد، طریق سبربانک آنلاین. برادران عزیز، شخص دوم باشد، 1000 نفر آبونچی، 1000 پادپیسچ با ما، همین 1000 پادپیسچ می شود و مقصد با ما طریق اینستاگرام روان میکند. برادران عزیز، بعد چی گفتنی بودم؟ 1000 آدم هم خود را اسکرین شات کرده، مقصد با ما روان میکند که وای 1000 شخص می باشد. برادران عزیز، و نام و نسب خود را با ما روان میکند و از کجا بودنش را، از تاجیکستان یا از شهرهای روسیه. برادران عزیز، هفت کامنتاری که ما انتخاب میکنیم، شبکه ما از 1000 نفر که گذشت، ما همان روز مقصد حساب میکنیم که کامنتاری بهترین کیا هستند و همان روز باشد با اوها 75 سامانی که ما با هر یکی اونها 75 سامانی روان میکنیم. شخصانی که از تاجیکستان هستند با نامری مقصد تلفنشان رای میکنیم که اگر از شهرهای روسیه باشند، ما طریق سبربانک آنلاین با روبل رای میکنیم. برادران عزیز، باز چی گفتنی بودم؟ مقصد شرط های آزمون را گفتم. برادران عزیز، با کانال ما در آمده پادپیسچ کنید، فکرهای خود را بیان کنید و لایک را فراموش نکنید. برادران عزیز، کانال ما از 1000 نفر که گذشت، ما برادران عزیز نقشهای خود را داریم. از کانال ما به مانند اخبارات، رولیک های تربیوی، پند و نصیحت، پرنگ ها
بحر شما پیشکش میکنیم. برادران عزیز با کانال ما در آمده پادپیسات کنید، لایک را فراموش نکنید. در آخر گفتنیم مقصد سخن را دراز نمیکنم برادران عزیز. در آمده به کانال ما پادپیسات کنید، لایک را فراموش نکنید. با شما بودم حسین نورالدینов از کانال فکر شما. فکر شما ما را برد بقالله ها. خدا حافظ.